چرا این روزا بازار ایردراپ هایی مثل همستر انقدر داغ شده؟ این همه‌گیری به تاریخچه ایردراپ های موفق سالهای قبل برمیگرده. در سال 2020 میلادی یونیسواب یک ایردراپ بسیار ارزشمند و برای جشن راه اندازی خود اجرا کرد. در این ایردراپ به هر کاربر 400 توکن یونی به ارزش تقریبی $1200 پاداش داده شد. یعنی ارزش هر توکن $3 بود که پس از چند روز به $8 رسید و ارزش این ایردراپ تا $3000 پاداش برای هر شخص افزایش یافت. از دیگر ایردراپ های موفق سال 2020 ایردراپ صرافی وانینچ بود که تعداد 90 میلیون واحد از رمزارز خود به نام وانینچ رو به بیش از 55,000 کاربر به طور رایگان پرداخت کرد. همچنین ایردراپ اپتیمیزم 166 میلیون توکن از تقریباً 215 میلیون توکن رزرو شده برای ایردراپ رو بین آدرس های واجد شرایط توزیع کرد. ارزش هر توکن اپتیمیزم در زمان لانچ شدن حدود 15 سنت بود که حالا به حدود $1.80 رسیده. پس با توجه به رشد قیمت ها پس از هر ایردراپ بهتره که ایردراپ این ارزها رو در سال 2024 از دست ندین. همستر، بلوم، امبینت، اسکرول، آیگن لایر، رنزو پروتکل و متاماسک. در آخر اگر دنبال پیدا کردن معتبرترین و جدیدترین ایردراپ ها هستین، ما به صورت 24 ساعته در گروه تلگرام نیپوتو همراهتون هستیم و به سوالاتتون جواب میدیم.